این روزا هر صفحه اجتماعی رو که باز میکنیم در مورد کورتیزول داره صحبت میشه. اصلا کورتیزول چیه و چگونه در بدن کار انجام میده؟ کورتیزول یک هورمونه که از دو قطبه فوق کلیه ترشح میشه. کار کورتیزول داخل بدن باعث تعادل قند خون، فشار خون، سیستم ایمنی و حافظه است. حالا اگر کورتیزول زیاد تولید بشه یا ترشح بشه، باعث میشه که انسان دچار بیخوابی، بیماری‌های گوارشی، کلیوی و چاقی. اگر کورتیزول کمتر در بدن ترشح بشه، باعث حالت تهوع، ضعف عضلانی، استفراغ و بیحالی و خستگی‌های مزمن میشه. چه چیزهایی باعث میشه در بدن کورتیزول افزایش پیدا کنه؟ در محیط استرس‌زا قرار گرفتن، ترس و مشکلات کلیوی که باعث میشه کورتیزول در بدن افزایش پیدا کنه یا کمتر. با تشکر از دوستان.